سلام بچه، امروز اومدیم که در ای فوتبال بهترین کله زن این بازی رو گرفتم و بریم ببینیم میتونیم باهاش کله بزنیم یا نه. اینم از ترکیبم که همه رو یه جوری کردم که به ایشون ساند کنم و کله بزنه. دقیقا بازی کنه این بازی کنه که کلا یک بازی انجام داده و تازه گرفتمش و بریم یه بازی بکنیم و ببینیم میتونیم با ایشون کله بزنیم یا نه. اگر نتونستمم اشکالی نداره، یه دونه تلاشمو میکنم که بزنم و بریم توی بازی. و بریم توی بازی ببینیم که چند میشه، چند تا گل میخوریم و چند تا گل میزنیم. خیلی خوب، تیم منو دارید میبینید و تیم حریف که 2997، تیم منم 3065. تیمش اینجوریه. مسی و امباپه داره، مسی 101 که منم دارم، امباپه هم داره که منم دارم. فکر کنم توی ترکیب نیست. امباپه 100 و بازی شروع میشه. حتما چنلمون رو سابسکرایب کنید و لایک این ویدیو هم بزنید. و گرفتنم اینطوری پاس میدیم و اینطوری سانت میکنه، بزن، نتونست و توپ دست بیرون میزنیم. پاس میدیم به این و به این، نتونستیم گل بزنیم و با پام نمیتونه بزنه ولی زد و متاسفانه خورد به حریف و به بیرون. سانت میکنیم بهش و گل نمیشه ولی سعی کرد. اگه 10 بازی و ایشون قدش 2 متر و 6 سانتی متر و پاس می‌کنیم به مسی سانت میکنه، نمیتونیم بزنیم، خیلی سخته. جلوی بقیه بازیکن‌ها خیلی بزرگه و ببینیم گل میزنیم یا گل میخوریم. امباپه پاس میده و رفت بیرون. پاس بدیم به این، نه پاس بدیم به این، بندازیم جلوش، بندازیم جلوی این، چون بندازیم جلوی این. بدو بیا، نتونستیم بزنیم. ویدیوهای قبلی اگه ندیدید برید ببینید. و ببینیم چی کار میکنیم و گل نخورید. ایشون هم سانت میکنه ولی
گل نمیتونه بزنه و نخور و گل خوردیم نتونستیم بزنیم. 1-0 عقبیم فعلا و امیدوارم گل بزنیم. من تمام تلاشمو کردم که گل بزنم. بزن و گرفت. من بد زدم یا گلر خوب گرفت نمیدونم و نتونست بزنه. میتونه بزنه و وای نتونست بیرون و نتونست بزنه. موقعیت خوبی رو از دست دادیم و به کسی دیگه پاس دادم تا بزنه. حالا بزن. نتونست. من سعی میکنم با بقیه بازیکن‌ها بزنم که مساوی بشیم، بعد سانت کنم و گل بزنم که میبازیم. اگر سانت کنم نیمه اول تموم شد و 1-0 عقبی ما. یک بر هیچ عقبیم. و ببینیم میتونیم گل بزنیم یا نه. امیدوارم بتونیم گل بزنیم چون که اگر ببازیم بد میشه. و امیدوارم گل نخوریم. با بازیکنای دیگه گل میزنم بدون ساند یا با خودش با پا. ایشون نمیتونه با پا بزنه و فکر کنم گل خوردیم. نه و پاس میده به حریف. نمیتونیم گل بزنیم. یک پاس بعد و میدونیم سرعتش خوب نیست که بتونیم بریم به جلو، ولی خوب حالا اینو نمیتونه گل کنه. میریم برای گل که نتونستیم گل بزنیم. پاس بده به ایشون و شوت میزنه و وای گلشون گرفت. برای دومین بار گلشون گرفت و پاس میدیم به اون و میتونستیم گل بزنیم ولی نتونستیم. حتما چنل ساب کنید، لایک کنید
که به 20 تا برسیم، 20 سابسکرایبر برسیم و بازی تموم شد و 1-0 نتونستیم 2-1 کنیم. 1-0 تموم شد و اینجا بازی مونده تا به آخرش برسیم و اینم از تیممون. قدرت 3064 4222 و بدرود.